بسم الله الرحمن الرحیم. آن کتاب زنده قرآن کریم، حکمت او لا یزال است و قدیم. درس دوم تلفظ درست قرآن کریم برای برادرها و خواهرایی که قرآن کریم را میخوانند اما درست تلفظ کردن نمیتونن. پیش از شروع درس دوم چند نکته را باید تذکر بتم و او تفاوت تلفظ زال و زی، صاد و سین و توی و ت در عربی است که اینا از هم تفاوت دارن. باید در تلفظ اینا را مراعات کنیم، کوشش کنیم از امیال یاد بگیریم. ولی وقتی که کما که در خواندن قرآن کریم پیشرفت کردیم، باز براتان قواعد تجوید شرح میتیم که از قواعد تجوید قرآن کریم را تلفظ الفاظش و کلماتش خوبتر باز یاد میگیرین. حال میاییم به سوره مبارکه. باید مثال های اینا را براتان بگویم. مثلا بعضی ها الذین میخوانن که غلط است. در تلفظ زال باید زبان در دو دندان بالا بچسبه، تماس پیدا کنه. مثلا گفته میشه الا الذین، و همین قسم لفی خسر اینجا سین است که سین سبکتر خوانده میشه، اما تواصو یک ذره پر خوانده میشه، صاد است. و همچنین ث و سین با هم تفاوت دارن در تلفظ. مثلا گفته میشه در عربی مثلا، در فارسی ما و شما فرق نمیکنه، مثلا میگیم، یعنی ث را مثل سین تلفظ میکنیم، اما در عربی او تو نیست، او درست نمیشه. و به می ترتیب گفتیم توی ت فرق داره با هم. توی پر تلفظ میشه یک کمی و ت سبکتر تلفظ میشه و ما اینا را کلش وقتی که در خواندن قرآن کریم یک کمی پیشرفت کردیم باز براتان قواعد تجوید بیان میکنیم و کل از اینا را شرح میتیم که شما باز بهتر میتونین تلفظ قرآن کریم را یاد بگیرین. حال میرسیم به سوره مبارکه الکافرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حال سوره مبارکه النصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا. سوره مبارکه تبت یدا یا نام دیگه شم سوره مبارکه مسد است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. تبت یدا ابی لهب و تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها
حبل من مسد. حال سوره مبارکه اخلاص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره مبارکه الفلق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. در اینجا اگر شما در هر آیه کریمه توقف هم کنین معناش تکمیل میشه، در معنا تغییر نمیه. ولی در این نسخه قرآن کریم که پیشم است در بسیاری از آیات توقف نیست، بر از یک کلمه لا نوشته شده. ولی برای سهولت میتونیم ما و شما توقف کنیم. مثلا میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حال سوره مبارکه الناس که آخرین سوره قرآن کریم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اینجا بعضیا مالک الناس میگن، بعضیا ملک الناس میگن که اردوش درست است و اردوش هم یکی از صفات الهی است و همون معنا را افاده میکنه. باز یک دفعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعضیا یوسوسو را یوسوسو میگن، یک واو دیگه هم اضافه میکنن که غلط است. شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم.